امروز من یعنی از کردن پور قراره که ببینم چند دست طول میکشه که بتونم توی بهترین سرور به واسه ایران یا حداقل جوری که به نظر میرسه یعنی تیرکس ماین با چند مچ میتونم وین بگیرم. پس بدون هیچ معطلی برو بریم سراغ ویدیو. خب بریم که تو همین مچ اولیه فرست ترای همین فرست ترای وین بگیریم تو تیرکس. باز دوباره شروع کردی؟ خب بروی 64 تا ای بابا یکم دیگه کم اومد. این مچ دیگه واقعا همین فرست ترای میزنیم همه شونو. حالا ببین اینم به دفعی لو دیسکانک شد اشکال نداره بذار برام بدشو بذارم شاید ریجوین زد. خب اینم از بده یلو با خودش واو هم بده دارم هم خودش چقدر من سکلیرم مثلا چون دیسکانک داد من اونو خب چی میگه برو وسط سفیدو نگاه فکر کردی که مثلا میتونی منه شکست بدی. برو واه بریج ای سگ دیدم اصلا حواسم بهش نبود. خب فکرم تا الان آمده باشه درست حد زدم. فکر کردی منه میتونی بزنی گوزو. خیلی ساده ایلو. بیا برو که همین اول کار. البته با این سرعت آیتم دادن ها واقعا منطقیه ولی خب اصلا خیلی غیر منتظره بود. خیلی چمو اول مثل که سفید سگ پلیره ولی خب یکی سگتر از اون قرار داره. اینم بذارم اینجا. خودیه وقت وین گرفتنه. خودش داره فایت میده. دوست عزیز با بدت خداحافظی کن. خب بریم وسطشان یه فایربال بزنم زیرم پرواز بکنم کثافت بمیر با وای حداقل خوب ریسپان الان چه وای خدا بده من زده خب حالا اشکال نداره درسته فرست ترای نشده ولی خب برای سکند ترای که میشه قطعا میشه. مپ بدی هم نیست این دست کار همه تمامه. خود دیگه واقعا این دست مینه دیگه جدا این دست مینه. IQ 100,000 به دفندینگ IQ 200,000 the best bet defending very good. نگاه بریج اوه بابا بنازم بریج بابا بناز استیکی کیز بابا پدر سگ مگه با استیکی کیز منو بتانی بده من بزنی. تازه اون شکست من شکست شه مگه بازی نیست بتانی بده من بزنی. بیا اینجا پدر وای نه وای بده من زد خب کور خانده اگه فکر کنه من هم بزنی انا بشت میگم وایسی این گوزو هنوز اینجاست. بیا نمیخواد بیای. لگه سگی نگاه 2 ساعت رو هوا بود. کم آیتم بگیر. خب دیگه با تجهیزات الان میریم پارش میکنیم که صافت الان میاد. دوستان متاسفانه OBS هم به مشکل خورد و خب دیگه از اینجا به بعد رکورد نکرد و الان کونم داره میسوزه و دارم فشار میخورم چون قشنگترین مچم این مچ بود و خب خیلی خوب میشد اگه رکورد میکرد ولی این بیناموس رکورد نکرد و الان داره کونم از درون میسوزه. به هر حال گفتم که در جریان باشید و خب این مچ بعد آقا تو رو خدا لایک و ساب کنید واقعا از سر این ادیت این ویدیو و
حتی OBSش و مشکلاتی که داشت واقعا پاره شدم. خب دیگه به هر حال بس. خب میریم ادامه این مچ. برو ای 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 کثافت، ای بیناموس. آمد آمده تو سقف یعنی مرده، احتمالا مرده. آری خب خودی عوضی آماده باش، آماده برای راشد. برو افتاد تو بوی. سبز گوزو هم آمده و این بهترین فرصت برای من. خودش هم نمیدونه الان پشت میرم مثل این نوبستگا. ها 2 کیل مفت. اینم از این. خودم بیا کمبوت کنم. 1 2 تمام. اینم از زرد. حالا بریم سراغ سبز. اینجا بذارم این نوتو. چقدر زیاد. سبز دیسکانکت شد ای بابا. حالا اشکال نداره، به هر حال باید بریم وسط یه دایموندی بگیریم. خب آقا تو بیس سبزیم و یکم هم آیتم بگیریم. و بله یه این چند مشتی و خوب شمشیر و نمدسی. خب در حال حاضر به نظرم بهترین گزینه اینه که بریم وسط و امرالد بخوریم، چون آبی هم نیامده هنوز. خب فرصت خوبی برای ما، الان همه با هم درگیرن. پس به نظرم اگه برم امرالد بگیرم میتونم گزینه بهتری باشه. خب آقا ما الان آمدیم وسط و بهترین کار که میتونستیم انجام بدیم همینه، بریم امرالد بگیریم. خب آبی و قرمز هم مثل که دارن به هم تجاوز میکنن، ولی خب ما تا اون لحظه باید بریم امرالد بخوریم. اینم از این. یکی دیگه زدش. اینم شیشمی. جدن کی به فکرش میرسه انقدر آیکیو عمل کنه؟ الان او عقمانده دارن همه میزنن در صورتی که خبر ندارن که من قراره بیام با امرالد بالا سرشان و خب فکر میکنن که اگه همه بزنن میتونن به راحتی وین بگیرن، ولی خب خبر ندارن که یه حریف کاملا باهوش، کاملا فوق‌العاده، کاملا سگ پلیر در انتظارشانه که دیگه امرالد هم گرفته و زری دایموند هم داره. بابا بی خیال دیگه بنازم. بلو هم فاینال شد، فقط منو سفید موندیم، ولی خب نمیدانه در مقابل چه کسی داره بازی میکنه. الان اون گوزو فکر کنه که من زره ندارم و هیچ کاری از اول بازی تا الان بازی نکردم، در صورتی که نمیدانه که مثلا من زره دارم هیچ، بلکه بعد میخواد بیاد مثلا منو بزنه، کیر میشه مثل سگ، بعد من بهش میخندم. برو دیوس. یا بده. هنو نرسیده بده من بزنه. بدبختی. خب الان که بده من برهان میزنه، پس بهترین گزینه آپگرید کردن تمامی اعضای بدن مانه و منظورم شمشیرم هم هست. او یه شمشیرم بخریم و به الان بده میزن. خسته نباشی سلطان. خود یه وقت گایده شدن ای گوزه گیمم بلک شد. چرا؟ خب آماده نبرد با سگ فلیر و اونرت باش. خب اینم کجاست؟ ای گوزو بیا جامبوز خوردی پدر سگ، جامبوز خوردی. ویکتوری لاکو ساکو جی جی.